پیاده کجا میرفتی؟ خیلی منتظر موندم سرویس نیومد. چی شد خودتون اومدی دنبالم؟ حالا آشپزی نداشتم، خسته بودم، زنگ زدم سرویست نیاد، بیایم با هم نهار بریم بیرون. پس بریم خونه لباس عوض کنیم؟ بریم دیگه، بعدش هم بریم دریا عکس بگیریم. همین خوبه. مدرسه هم همینجوری مقنعی میذاری؟ اینجا که کسی نیست، خودمونیم دیگه. غور نزن. الو، سلام، خوبی؟ خب نه اشکال نداره. ببین بگو فردا بیاد مدرسه. نه فردا نیستم، پس فردا حتما با اولیا. ماما من بدون حضور پدرش هرگز پرونده نمیدم. نه مشکل به وجود میاد، باور کن. حالا تو پس فردا به تو میگم که نشو دیوونه ای دل، به تو میگم که نگیر بهونه ای دل. من دیگه بچه نمیشم، دیگه بازی چه نمیشم. عقلمو زیر پا گذاشتی رفتی، تو منو مبتلا گذاشتی رفتی، به غم زمون دل. چه شلوار آشنایی. سایز اون یکیه. باشه حالا گشادش نکنی. خیلی خواه عکس تو بگیرم. چرا اینجوری کردی؟ دستم درد گرفت. هیچی، فکر کردم از مدرسه است. خب باشه دستم درد گرفت. برو عقب. عقب. عقب‌تر. خوبه؟ چقدر پیر افتادی تو عکس. تو درست را برو، هنوز پات خوب نشده؟ برو اینجا. قف شد. رمزش چیه؟ ام اول ملیکا؟ آره. به مام بزرگت زنگ زدی؟ آره گفتم شب میام تا شنبه میمونم. حال میکنی باشون؟ نه ولی واسه هفته یه بار بد نیست. مام بزرگت از من میپرسه؟ آره همیشه میپرسه مامانت چطوره. بابا چی؟ چته؟ باش نگاه میکنی؟ ماما امروز خیلی خوش گذشت. بمون زود برمیگرد. شیشه رو بده بالا. نترسیا. برم باز کن.
آره. عزیزم واقعا چرا؟ چیز بگم چی پوشیدی؟ ملیکا بابا کی میاد دنبالت؟ نمیدونم، گفت نهار میریم بیرون. بعدش چی؟ میبرتت خونه مامانش؟ نمیدونم. وسایلتو جمع کردی؟ آره. برای چند روز؟ زبون نداری؟ فقط بلدی با اون آشغال درست حرف بزنی؟ توهین نکن. تا شنبه دیگه. قسلش همون نگیرم. هنو به من عشق میزنی بکن. آره لشتو نگر. یکم اونجا بمون اونا زحمتتو بکشن. مگه بابات ازدواج نکرده؟ چرا میخوای بیرونم کنی؟ بچه اون زنم با بابا اینو زندگی میکنه. من دوست ندارم دخترم با این مرد غریبه توی خونه باشه. اونو دوست دارم. خب منم که میام بهت سر میزنم، نمیخوام بمیرم که. از کجا مطمئنی؟ چیو؟ ازدواج نکن. الو. سلام بابا. کجایی؟ چی؟ مگه نگفتی ساعت 12 میای؟ ساعت 1 شده. بیام بیرون؟ یعنی چی بابا؟ من از ساعت 12 آمادم. نهار رو چیکار کنم؟ الو. پیداش نمی‌کردم. آره جا گذاشتی. من نرفتم. بابا نیومد دنبالم. باشه خداحافظ. دیگه خفه شو. اینقدر مزخرف نگو. نمیخوام ریختو ببینم. چرا اذیتم میکنی مهران؟ من تا غروب مدرسه بودم. زنگ زدی جواب دادم. بهونه نیار. مهران جان خودتم میدونی اینا همش حرف. گفتی شرایط نداری واسه خونه، گفتم اوکی باشه بیا همینجا خونه من فعلا سر میکنی. تو چی کار کردی؟
سمیرا فقط داری همه چی رو خراب میکنی با این کارا. بچه چیه؟ من اگه بچه داشتم هیچ وقت سمتت نمیومدم. اینه دیگه نمیتونم از کجا آوردی. دیگه نمیتونم.